салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори нӯҳум. خودی همان روز بای در محل سر آدم و آباد شهر حولی بدواهیمه را به 1000 تنگه طلا خرید و با حمالان کوچ و بندش را به قطار عرابه ها بار کرده آنجا برد و دیگر یاد آن چارباغی جین زده را نکرد. می گفتند که آن حولی و آن چارباغ در یک مدت کوتاه باز به ویرانه تبدیل یافت. اکنون با نام جینخانه اکجان بای مشهور بوده است. باز می گفتند که بای یک قسم خزینه طلایش را در همان باغ گور کرده بوده است. چند بار کوشش کرده باشد هم دیگر آن را گرفتن نتوانسته است. همان کرجین در نزد بای شرط گذاشته بوده است تو از بحر خزینه می گذری و 7 پشتی من به 7 پشتی تو دیگر کاردار نمی شود. اگر این طور نباشد این هم به آن خاطر که سالها نان و نمکت را خوردم من، نباشد از نسل نرینه آدمی زاده ای که از اسرار جین با خبر شده باشد تا 7 پشتش ذریات نمانده همش را ما جین ها در گوهاره تا 40 روزگیشان بوغی کرده می کشیم. بای هم از طلاهای در باغ گم کردهش دست می کشد و کرجین به اسم مبارک پیری تبرکشان حضرت جائیل به منزل مقدس در پشت کوه قاف بودهشان سراجین سوگن یاد می کند که مین بعد به 7 پشتی خاندان و اولاد او جنها کاردار نمی شوند. بعضی آدمان زیرک و دنیا دوست بوی خزینه بای را حس کرده از پی به دست آوردن آن می شوند، ولی همه‌شان جین زده و دیوانه شده زود از عالم می گذرند. فرزندانشان هم اولاد به اولاد جینوره تولد شده یا زود از دنیا می گذرند یا تا پیران سالی دیوانه افزا شده می گردند. این طایفه را در اوراتپه بعدن مردم جینی های اکجان بای می گفتند. دل صیاد را از قصه آن شبه پدرش درباره کرجین وهم زیر کرده بود. وی اکنون به پیشکچه یک چشمه از دنبالش آمده که آن لحظه در پهلوی صیاد خورخور کنان نفس می کشید با هراس می نگریست. پدرش این را حس کرده نترس بچم، این پیشکچه تو جین نیست، پیشکی حقیقی است گفته صیاد را دل برداری کرد. جین را از پیشک چه خیل فرق کردن ممکن؟ پرسید صیاد. بسیار آسان، انا نگاه کن گفت بابای صمد و یک دستش را به بیرون خسکپه برده برگ‌های خشک قمیش‌ها را که وظیفه دیواری آفتاب پناه را اجرا می‌کردند آهسته آهسته پلماسید که خریش خریش صدا برآوردند. پیشکچه از خورخور کنی ماند، گوشهایش را سیخ کرد. با یک چشمی در روشنایی ماهتاب مثل آتشکی سبز درخشیده‌اش اول گردن یازانده کله کشید، بعد جسم لاغر و خردککش را یازانده آهسته آهسته بی صدا و خیلی با احتیاط به سوی آواز قمیش پایه ها که جای موش گمان کرده بود پای پیش ماند. منو دیدی؟ تأکید کرد موی سفید به پسرش. این در حقیقت پیشیک است. جین به موش چی کار دارد؟ من و شما مانده. صیاد خردسال خیریت گویان دست به پشتی پیشکچه برد که الکی در پهلویش چون چاینکچه رو پوشدار کلوله شده جای گرفته بود. کلچهش بالای شانه هایش که گردنی لاغر و باریکش را در آن کشیده بود مثل می نمود که گویا آن را بالای شانچه هایش چسبانیده باشند.
برابر پشتش را مالیش دادنی صیاد پیشکچه باز خورخور کنان به نفس کشی در آمد. ملا گرگ. خیر، شناختن پیشک از جن آسان بوده است، ولی ملای حقیقی را از گرگ ملا چه خیل فرق کردن ممکن؟ پرسید صیاد از پدرش. موی سفید که پس از طعام شب با دعا و فاتحه دسترخوان را میخواند داشت، از این سوال ناگهانی پسرش یک قد پریده لحظه خود را گم کرد. وی قصه‌ای وقتی خربوزه پس 2 سال پیش به پسرش نقل کرده و جنجال همسایه زنهایی به سرش به دعوا آمده را به یاد آورد. به صغیره های این زمانه چون این قصه ها را گفتن لازم نبوده است. گفت خود به خود: ما از کلان هایمان می شنیدیم و دم به درون می گشتیم. نوروید بلا روید می گویند که راست است. اینها مکتب دارند و این قصه ها را به کودکان دیگر نقل می کنند. بعضی بچه های بی غیرت این همه را در خواب شب دیده از ترس داد و فریاد می بردارند. بعضی هاشان حتی جای خوابشان را تر می کنند. نبیره ملای دیه که آن وقت همراهی صیاد در صنف یکم می خواند از بابایش پرسیده است: بابا، تو هم گرگ می شوی؟ و باز التجا آمیز گفته است: اگر گرگ شوی و گرسنه مانی، یگان بوز یا گوسفند را خوری مایلش، لیکن التماس ما کودکان را نخور. آنها میده چیکن، در نیابند، آچه هاشون گریه میکنن. عبدالصمد: از ملاها چی بدی دیده ای که آنها را گرگ کودک خور میگویی؟ علما را وارثی انبیا گفتند، تو باشی آنها را پس میزنی، در حقشان تهمت میبافی. گرگ قیامتت را هم یک فکر کن. 3 سالت به یک جا رسیده و یک پای به لب گور شده مانده ای. پگاه فردا مرده مانی، جنازت را کی میخواند؟ کدام ملا پس از فهمیدن این گپ‌های تو پیشترای جنازت میشود؟ بنده مومن در این دنیا اگر از همان 4 تکبیر صلات جنازه بی نصیب ماند، آخرتش هم برباد شدگی گفتنگیر. قواق انداخته سخت کرده گفته بود: بار ملا دادالله. ملا بعد از این 1/2 سال با دماغی سوخته میگشت. هر جایی که روبرو شویم به سلامم به زور کله جنبانده گپ نزده گذشته میرفت. خربوزه پزی گذشته علاج کرده با یک عرابه تربوز و خربوزه به زور نفس ملا را نرم و به 8 متر داکهی سلوار دلش را گرم کرده برای از مینه‌اش دور کردن آن غبار گفتم: تقصیر. وای من گفتگی یک افسانه بود و خلاص. شریعت جای افسانه بافی نیست، خصوصا به کودکان گفتن این قصه و افسانه های بدعت آمیز و دین و ایمانمان لطمه میزند. مفکوره کودکان را داغدار می سازد. به همین هم دین اسلام در خطر است. در صحبت و جمعیت‌ها 10 بار نام رسول اکرم را تکرار کنی هم 1 بار کسی صلوات به آن حضرت نمی فرستد. نمی شنوی که اقلاً 1 کس صلی الله علیه و سلم گوید، ولی کودک نو از بغلی آچش جدا شده هم در کوچه با راه لیلین می رویم، شاگرد لیلین می شویم گفته دویده گشته است. آخر الزمانش انا همین بودگیست. گفت ملا. سوال صیاد درباره ملا گرگ آن قصه 3 سال قبل گفته‌اش را به یاد بابای صمد آورد. در کوهستان در چیله زمستان وقتی که همه جا را برفی بلند می پوشاند، در رنده های کوه و جنگل که چیزی برای خوردن نمی یابند، شبانه به قشلاق ها خنبیده خود را به عاقل و مالخانه های مردم می زنند. بوز و گوسفند های مردم را تلف می دهند. حتی سگ های دیه را هم بعضن گله گرگ ها تیکه و پاره کرده می خورند. در زمانهای قدیم در همین فصل سال در یک قشلاق یک گرگ غیر عادی پیدا شده. گاه نصفی شوی نایان و خانه خواب آدمان در آمده طفلان گهوارگی را گرفته می برده است. مردمی آن دیه چند کودک را از دست می دهد. همه در ترس و لرز
شبها بچه مردها دیه را پاسبانی کنن هم. گرگ آموخته و مکار علاج کرده باز طفلی را از خانه می برده است. مردم به غم افتاده در نزد این بلایی به سرشان آمده بیچاره می مانند. در هر خاندان، در مسجد و محله فقط گپی گرگ کودک خور بوده است. بار همسر ملای محله نیز در حضور اهل خانواده سری دسترخوان از آن بلا گپ می کشاید که به ملا نمی فارد. این خواست خداست، اجل را در شکل گرگ می فرستد، این را هیچ کس پیشگیری کرده نمی تواند گفته از پی طهارت و نمازش می رود. گرگ کودک خور پدری شما است، سخت کرده می گوید مادر به بچه هایش پس از رفتن ملا. تو گپی دیگر نیافتی که پدری ما را ملای محل و یک آدمی معتبر را تهمت میکنی؟ به جهل آمده میگویند فرزندانش و دلیل و اثبات طلب میکنند. پدرتون هفته یک بار نصف شب از بستر خواب ناعیان خسته از خانه میبراید، پس از چند مدت برگشته باز به جایگاه میدراید. آن لحظه ها از دهانش بوی خونی تازه می آید. از قفای پدرتان شوید که در حق مردم بسیار جبر کرده ایستاده است. 7 کودک شد که می خورد این درنده دو پا، می گوید مادر به بچه هایش با جهل. 3 برادر هرچند به گفته های مادر باور نداشتند، از این خبری برایشان ناگهانی و از عقل بیرون مدت کرخ شدند. آنها ناعلاج بین خود مصلحت میکنند که از دو یکی باید اثبات شود، یا تهمت مادر یا جنایت و خیانت پدر. نهایت سیر فاش می شود. بار نصف شبی پدرشان از خانه خواب برآمده اول حولی را سینچکارانه از نظر می گذراند و بعد از دروازه خانه اش بیرون برآمده روی توده برف یک غیل خورده به گرگی بد واهمه بوره تبدیل می یابد. وای از سر دیواری پستک همسایه خیز زده به حولیش می درآید. برابری به در خانه خواب همسایه نزدیک شدن خوش صدای تیر تفنگ شکاری بلند شده. گرگ آواز جانکاه برآورده روی برف می غلطد. صاحب خانه ها هم از صدای بلند و ناگهانی تیر ملتق شکاری بیدار شده می برآیند و جسدی گرگی بدواهی مرا نزدی در خانه خوابشان و 3 پسر کمان به دست ملا را در روی حولی دیده بسیار منتداری می کنند. همین طور مردم محل از شر ملا گرگ رها می یابند. صبح خودی همان روزی حادثه رخ دادگی حق و همسایه ها و بسیار ساکنان دیه برای دیدن جسد گرگ کودک خور و اظهار منتداری به ملا و فرزندانشان می آیند و داملا را در این ماجرا ندیده پرسان می شوند. دینه بعد پیشین داملا را پسر عمکمان آمده به دسته به زادگاهشان بردند. عمکمان ختم قرآن داشته است. یگان هفته می ایستند. می گویند پسرانی داملا. بعد از چند روز آوازه شد که داملا در سرمای زمستان در راه در بالای اسب شمال کشیده ناتاب شده است و کمی بهتر شود رفته میارند، ولی درد داملا به دوا برآمد. هفته بعد پسران ملا اهل دیه را به آش خدایی دعوت کرده میگویند که بیماری قبلگاهشان وقتی به زیارت زادگاه و مرقد پدر و مادرشان به وطن بابایی رفتن شدت گرفته بندگی را به جا آوردند. راهی دور، کوهستان بیراه، برف بلند، علاجی خماندن تابوت را نیافتند. بعد از روی وصیتشان در پهلوی پدر و باباهایشان داملا را به خاک سپاریدیم. آبی دیده ریخته میگویند پسران داملا. مردم محل با بسیار افسوس داملا را یاد نموده چندین سری سال در همه مصیبت هایمان غم شریک، مرده هایمان به صاحب و زنده هایمان به ناصح بودن. حضرت داملا گویان در حقش دعای خیر میکنند. دوست در پلک.
صیادی به خیال‌های گاه گوارای و گاه باطل داده شده احساس نمود که سمت حرکتش را تغییر داده است. خطا نکند که در این بیابان و شب تار راه گم زند. با آسمانی پر ستاره نگریسته از دل گذراند. وی در جایش ایستاده سمت غرب را حد زد. بچم، ها انا راهی کهکشان، و راهی نسبتاً روشن و پهنبری که از ما بین آسمان نیلی سیاه‌فام اندک مائل به سمت شمال از یک گوشه تا گوشه دیگری میدانی وسیع ستاره‌زار را چون کمربند الماس کاری شده زیب میداد. اشاره نمود پدر و پسرش صیاد. انا ویش چیگینه و گاورانه و خیرمنی بابای دهقان در پهلویش. اگر کتف راستت را با آنها در اول شب برابر سازی، در رو برویت گله ستاره های در یک جا جمع شده را میبینی که آن را مرغی بچوجه میگویند. در طرف چپی آن 3 ستاره نسبت به هم دیگر ستاره های اطرافشان روشن‌تر در یک صف ایستادند. آن را ترازو و پروین هم میگویند. انا همان لحظه دان که تو رو به قبله ایستاده ای. با آسمان پرستاره اشاره نموده تأکید میکرد بابای صمد و پسرچه خردسالش صیاد که شبها برای پدر نان و جرغات یا یگاندمی گرم می آورد و بعد در کپه پلکبانی در پهلوی پدر همراهی می کرد. صیاد آن ایام تا یک پاس شب با آسمانی پرستاره می نگریست. خصوصا هنگامی که ماه شام خورده باشد ستاره ها به نظر صیاد طرز نمودار می شدند که گویا به سوی او چشمک می زده باشند. بار نصف شبی صیاد از خواب بیدار شده بدید که کس دستانش را به دو طرف یازانده در مابین پلک خربوزه ایستاده است. او در اول گمان کرد که پدرش بین پلک گشت و گذار دارد، ولی پهلو گشته بدید که پدرش در نزدش خواب است. از ترس لبی کرپه را بالا کشیده سرش را پنهان کردن خواست. بابای صمد هوشیار خواب که به قول پی پای مورچه را در پای چوبی کپه حس می کرد گمان کرد که پسرش از تأثیر شباده دشت خنک خورده است. از جایگاه خسته جامه‌اش را از سر میخ پای چوبی کپه گرفته بر روی صیاد از بالای کرپه پوشانیدن خواست. صیاد که از جنب و جولی پدر قوت گرفته بود لب کرپه را از روی چشمانش پایانتر فراورده پدرش را در پهلوی پای چوبی کپه دیده آهسته گفت: پدر جان، در بین پلک دزد راست ایستاده است. بابای صمد به پهلوی کپه گذاشته پس از فرصت آمده گفت: ترسیدی؟ نترس بچم. وی سایه خوسه قرش قو است که در روشنایی ماهی نو برآمده شام خورده تا میان جای پلک رسیده است. ماه بلند شود میبینی که سایه ها خورد خردک میشوند. بعد هنگامی که ماه به طرف قبله گذشت سایه ها به طرف مقابل میگذرند و سایه چیزی بی ضرر است. ها سایه های وطن بی ضرر است، ولی سایه های ملک بیگانه می توانند کمینگاهی اهریمن سیریشتانی آدم صورت و بلا و بدتری باشند. باز فکری پیشترش را زیر لب تکرار نبود. صیاد و کتف راستش را به چگینه و گاورانه بابای دهقان راست کرد که رویش کمی به سمت دیگر مایل شده پیشارویش مرغی بچوجه و 3 ستاره روشنی در یک قطار ایستاده پروین را دید. انا قبله یعنی غرب گویان قدمانیش را به سمت معین کردهش سرعت بخشید. شنونده های عزیز، شما رمانی تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است.
انجام گفتار نهم.